شده تا حالا وسط روز یه جرقه بیاد تو ذهنت، یه رویای خفن، یه چیزی که دلت پر بکشه براش؟ مثلا اینکه میخوام فلان کار رو راه بندازم، یا میخوام فلان مهارت رو یاد بگیرم، یا حتی میخوام آدم بهتری بشم. کلی هم ذوق میکنی، اما بعدش چی؟ فرداش، پس فرداش، اون آتش اولیه انگار یکم خاکستر میگیره روش. انگار نمیدونی از کجا شروع کنی، چجوری اون رویای گنده رو بیاری تو دنیای واقعی. تهش هم شاید بیخیال شی یا بذاریش گوشه ذهنت خاک بخوره. آشناست نه؟ خب بیا یه قرار بذاریم. از امروز دیگه نذاریم این رویاها فقط تو سرمون بچرخن. میخوایم یه جوری رامشون کنیم، یه جوری که بشه بهشون رسید. قضیه اصلا پیچیده نیست، فقط چند تا نکته ریز داره. اول از همه اون رویای گنده رو بیار جلو چشمت. خب حالا سعی کن دقیق ترش کنی. مثلا به جای اینکه بگی میخوام پولدار شم، از خودت بپرس چقدر پول؟ برای چی؟ تا کی؟ یا اگه میگی میخوام ورزشکار بشم، یعنی چی دقیقاً؟ میخوام بتونم 5 کیلومتر بدوم بدون اینکه نفسم بگیره؟ یا میخوام هفته‌ای 3 جلسه برم باشگاه؟ هر چی شفافتر باشه، راه رسیدن بهش هم روشن‌تر میشه. انگار داری آدرس دقیق میدی به مغزت. بعدش باید یه جوری باشه که بفهمی داری بهش نزدیک میشی یا نه. چجوری میخوای بفهمی پیشرفت کردی؟ اگه هدف یاد گرفتن یه سازه، شاید این باشه که بتونم تا آخر ماه 2 تا آهنگ ساده بزنم. اینجوری میتونی ببینی کجای کاری. انگیزت هم بیشتر میشه وقتی میبینی داری قدم به قدم جلو میری. یه چیز خیلی مهم دیگه، واقع بین باش رفیق. اگه تا حالا یه خطم ننوشتی، نگو میخوام تا آخر هفته یه رمان بنویسم. خب معلومه که نمیشه و فقط خودتو ناامید میکنی. اون رویای بزرگه رو بشکونش به تیکه های کوچیکتر. تیکه هایی که بتونی از پسشون بر بیایی. اولین قدم کوچیک چیه که میتونی همین امروز یا فردا برداری؟ همونو بچسب. و این خیلی مهمه. چرا اصلا اینو میخوای؟ این هدفه باید یه جوری به اون چیزای بزرگتری که تو زندگی برات مهمن وصل باشه. اگه یه چیزی رو فقط چون بقیه میکنن یا چون خوبه بخوای، وسط را کم میاری. باید از ته دلت بخوایش. باید برات معنی داشته باشه. آخرین نکته هم این که یه تاریخ براش بذار. نگو یه روزی انجامش میدم. بگو تا فلان تاریخ میخوام به اینجاش رسیده باشم. اینجوری یه جور تعهد برای خودت ایجاد میکنی و هی امروز و فردا نمیکنی. یکم فشار لازمه گاهی. ببین، وقتی اینجوری به رویاهات نگاه کنی، دیگه اونقدر دست نیافتنی به نظر نمیرسن. تبدیل میشن به یه نقشه راه که میدونی باید از کدوم مسیر بری. اون سردرگمی اولیه جاشو میده به یه هیجان و انگیزه باحال برای حرکت. حالا نوبت توه. یه دونه از اون رویاهایی که ته دلت قایمش کردی و انتخاب کن. سعی کن با همین فرمونی که گفتم براش یه مسیر مشخص و قدم به قدم تعریف کنی. چی میخوای دقیقاً؟ چجوری میفهمی داری پیشرفت میکنی؟ اولین قدم کوچیک چیه؟ چرا این برات مهمه؟ و تا کی میخوای به یه بخشیش رسیده باشی؟ منتظر چی هستی؟ کاغذ و قلم و بردار یا همون نوت گوشی تو باز کن و شروع کن به تبدیل اون رویای قشنگ به یه برنامه عملی. یادت باشه تو قدرت اینو داری که از رویاهات واقعیت بسازی. فقط کافیه اولین قدمو درست و محکم برداری. برو که میتونی.